سلام، من رامین دولتیاری هستم و این اولین ویدیو من تو کانال اودین راگه. اگه فرشای رنگی و خاص و طرح خفن دیدی و برات سوال شده چطور درست میشن، یا همیشه دوست داشتی یه کار دستی انجام بدی که هم خلاقانه باشه هم بشه ازش پول در آورد، اینجا دقیقاً جای توه. من کار راک تافتینگ رو چند وقتی شروع کردم و واقعا عاشقش شدم. هم حس خیلی خوبی داره وقتی با دستت یه چیز خاص میسازی و همین که میتونی کلی طرح دلخواه بزنی برای خودت یا حتی برای فروش. قراره تو این کانال با هم یاد بگیریم که راک تافتینگ چیه، چه وسایلی نیاز داره، چطور از صفر شروع کنیم تا یه فرش خفن بسازیم. هر هفته با من همراه باش تا پروژه‌های جدید بسازیم، اشتباهی رایج رو ببینیم و با هم خلاقیتمون رو شکوفا کنیم. اگه از این سبک کارهای دستی خوشت میاد، حتما این کانال رو سابسکرایب کن و بگو دوست داری اولین پروژه‌مون چی باشه. یه طرح کارتونی، یه فرش مینیمال یا شاید لوگوی بازی مورد علاقت. ممنونم که اینجا بودی. بریم که با هم یه دنیای رنگی رو بسازیم.